هر کسی که توربوشارژ را اختراع کرده واقعاً نابغه بوده است. ابتدا توربوشارژ به سیستم اگزوز موتور متصل می شود و داخل آن به دو بخش جداگانه تقسیم شده است: سمت توربین و سمت کمپرسور. وقتی گازهای خروجی وارد سمت توربین می شوند، توربین با سرعت بالا می چرخد. این چرخش چرخ کمپرسور در سمت دیگر را به حرکت در می آورد و هوای بیشتری را به موتور می فرستد، یعنی اکسیژن بیشتر و قدرت بیشتر. اما فشرده سازی هوا آن را نیز گرم می کند و دمای بالای هوا می تواند باعث ضربه زدن موتور شود. برای حل این مشکل مهندسان یک اینترکولر بین توربو و موتور نصب می کنند. اینترکولر هوای فشرده را تا نزدیک دمای محیط خنک می کند و موتور را پایدار و ایمن نگه می دارد. توربوشارژ فوق‌العاده سریع است، تا صدها هزار دور در دقیقه میچرخد و دمای داخلی آن میتواند به 700 تا 1000 درجه سانتیگراد برسد.